این سفارت کشور ایران که ویدیوشو درست کردیم، بعد از اینکه ما اومدیم تمام این ورودیایی که میشد رفت داخل و دید و همه رو بستن و گیت گذاشتن. خطکشی‌های جدید برای پارکینگ ها کردن که جای پارکینگ درست کردن. درها رو دارن بازسازی میکنم و اون برم تمام جلوهای رو خطکشی کردن که این احتمالا نشون از این داره که این سفارت قراره به زودی توسط کشور ایران دوباره استفاده بشه و احتمال برقراری روابط هست. اینجا همه گیت های جدید نصب شده، تمام این درخت ها رو دوباره بهشون رسیدن و اینجا هم اگه نگاه کنید میبینید که تمام این گیت ها و کودها و خط کشی ها همه انجام شده و دارن سفارت رو بازسازی میکنن که دوباره ازش استفاده کنن. خبری در راه هست.